درود، وقت بخیر. خب به اینجا رسیده بودیم که اپمون رو چند زبانه و چند تمه کردیم، یعنی زیر ساختش رو دیدیم که اپلیکیشن بتونه چند زبان مختلف و چند تم رو داشته باشه. داشتم به این فکر میکردم که بیایم حالا که تا اینجا اومدیم همین اول پروژه آتو تم سویچ هم اضافه کنیم، یعنی کار کنیم که اپ با تغییر تم سیستم عامل تمش عوض بشه و المان‌های اولین صفحه که این باشه رو بچینیم. یه توضیح بدم که من اومدم بیوتیفایر فعال کردم روی پروژه که با هر تغییری که میدیم وقتی که سیو میکنیم فایل رو خود به خود بیوتیفای بشه، ریفرمت بشه. کل پروژه رو اومدم لوئر کیس کردم، نیم کانورژنش رو با توجه به اینکه لوئر کیس رایج تره توی سی پلاس پلاس و ریدمی پروژه رو اضافه کردم. پروژه رو گیت فرستادم. سرچ کنیم how to switch 10 cute widgets on OS X change. ببینیم به چی میرسیم. میبینیم که شاید این به دردمون بخوره. کاری که کرده چیه؟ اومده یه فانکشن نوشته که فقط استایل شیت رو عوض کنه. خب این چی؟ detect OS X change cute widget. اینجا ببینیم چی میگه. فکر کنم بهتر باشه که بریم مستقیما سراغ دوستمون چت جی پی تی. detect 10 change on cute widgets detect OS cross platform. ببینیم چی میرسیم. این چیزی نیست که ما میخوایم. اومده گفته که اپلیکیشن وقتی استایلش چنج شد بیا این خوب نیست. بگیم detect OS X change in Qt. رو لینوکس گفته بیا اینجوری تشخیص بده. روی ویندوز اینجوری. مک چی؟ رو مک هم گفته بیا اینجوری لیسن کن. خب یه کاری کنیم ما. بیایم اول یه لایه عقب‌تر برگردیم. این که تم که چنج شد میخوایم همه جا آپدیت بشه. how to change term old widgets تایدل که چند تا کیورد بنویسیم براش ببینیم چی میگه. این که رفت دنیای دیگه ای. تاگل اپ تم کیوت ویدجتس. خب این بهتر. این برای کل اپمون میاد استایل شیت ست میکنه. حالا
نکته این خوبه ها، ولی what about widgets that have custom style sheet. این استایل شیت هایی که تو خود ویژت رو تعریف کردیم چی؟ یه جور دیگه بگیم I don't have direct access to widget. ببینیم چی میگه بهمون. اینو میخوایم. میبینی چیکار میکنه؟ میاد میگه که بیا روی ویژتات دونه دونه چیز بزن، دونه دونه فور بزن، همه رو آپدیت کن ریکرسیولی. خب منم همچین چیزی میخوام. بیایم برای این کار کنیم. بگیم مثلا این مای باتنی که داریم خودش جدا از این که یه پوش باتنه، مثلا بگیم یه دونه مثلا چی بگیم استایل ویجته. خب مای استایل ویجته. بعد بیام اینجا بگم مثلا یه دونه بیا سی پلاس پلاس کلاس بساز به اسم مای استایل ویجت که بیس کلاسش مهم نیست. میریم یه دونه مای استایل ویجته. خب بعد میگیم بیا همینو بساز. خب باید یادمون نره که بگیم این توی نیم اسپیس UI کامپوننتس. خب و چند تا داستان داره. یکی این که آپدیت تمو داره، آپدیت استایل تمو داره که ورودیش هم بهش میگه که تم دارک یا لایته. تمو ما اینجا تعریف کرده بودیم، لایت و دارک و براش مفهومی به اینا هم یکاش اینجا تعریف کنیم. یه دونه اینا هم تعریف میکنیم به اسم اینجا شدم اینجا تعریف اینم توی نیم اسپیس یکاش ببریم نیم اسپیس UI کامپوننت. خب یه دونه اینجا اضافه کنیم به اسم اینامه تم نیم، مثلا یه دونه لایت و یه دونه دارک. خوبه. خب حالا اینجا هم به جای اینکه بگیم کارنت تم استرینگه میگیم مای تمه. خب اسمش مای تمه، تم نیم ببخشید اسمش تم نیم. بعد دیفالتش هم میگیم تم نیم لایت. خب اینم از این. اینجا هم میگیم اگر که کارنت تم UI components تم نیم دارک بود ریترن کن دارک. حالا این چی میگه؟ میگه که این تم نیم میگه که کست کردن تم نیم
به این کارنت تم که تم میرم بعد تایپ رو ست نکنم، ببخشید چه کاریه اینم از این. خب این درست شد. حالا توی ما استایل ویجت که یه دونه UI کامپوننت هم باید تشریش بزنیم. این چی میگیم؟ این که هیچی. این میگه ما استایل ویجت هدرش. اینم فانکشن void. یه void داره که این ویرچوال هم هست، ویرچوال void فلان. خب حالا میگم مثلا مای باتن خودش چیه؟ خودش یه دونه مای استایل ویجته و اینجا میگیم که آپدیت، اینجا نه، توی اینجا میایم دستورش رو براش می‌نویسیم. دستور UI components my button نقطه my button نه، این پابلیک باید بگیم. اینو فکر میکنم آره یا نه. این توی my style ویجت گفتیم virtual void update style temp. این هم میگیم void این style. بنویسم فوقش ایراد میگیره، خطاش رو حل میکنیم. my button both offline definition update not match بلن add public declaration. اینو باید اینجا اضافه میکردیم. یه دونه override هم اینجا باید بذاریم یا اونجا. درست. خب حالا میگیم که کل این داستانو بیار اینجا. باتن تایپ هم اینجا میاریم توی پرایویت ولیو میذاریم. میگیم پابلیکمون اینه، اینا رو ولش کن، یه دونه پرایویت میذاریم. میگیم تایپ باتن تایپ رو داریم. خب این اوکی. حالا اینجا که میاد باتن تایپ رو میگیره، باید بگیم ست بشه. اینجوری میشه، میگیم this button type مساوی میشه با button type. درسته؟ تستش میکنیم. این اول از همه بذاریم این بالا، همه کارا رو کن. حالا میگیم بیا آپدیت استایل تم انجام بده. خب الان ما یه فانکشن آپدیت استایل تم داریم که آپدیت میکنه تمو. توی اینجا کجاییم؟ توی اپلای کردن تممون حالا میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که بیا توی مثلا مای ویندویی که داریم یه ویجتیه به اسم استکت ویجت دیگه، فعلا اینجوری بنویسیمش که فقط کار کنه. میایم میگیم که کیو آبجکت کست نکن. بگیم که check if widget extends from custom widget cpp. ببینیم چی بهمون میگه اینجا. برای اینکه این کارو کنیم داره میگه که داینامیک کست کن اینجوری. خب میام همین کار اینجا انجام میدیم. اسمش هم میذاریم my start widget. میگیم UI components. اگه my start widget بود این از نوع my start widget اگه بود این child start widget. میگیم اگر که
استایل ویجت نبود، بیا بگو استایل ویجت آپدیت. حالا ببینیم اول مشکلش چیه. ایمپورت میخواد، ایمپورت میکنیم، میگیم آپدیت استایل. خب الان چه اتفاقی میفته؟ میاد دونه دونه هم میگرده، اگه یک کدومشون استایل ویجت بود روش آپدیت میزنه. خب این از این، خیلی هم عالیه. حالا میایم اینو توی خود استایل ویجت میبریم، اونجایی که بهش میگه که برو آپدیت استایل تم کن، اینو میذاریم اینجا، اینم میگیم اینکلود کن، اینم میگیم دیس. خب الان ناراحتیش چیه؟ میگه چیلدرن نداره. چرا؟ چون استایل ویجت نگفتیم که خودش کیو آبجکته، در حالی که باید بهش میگفتیم. خب خیلی هم عالی. حالا باید ببینیم این صدا زده میشه یا نه. برای اینکه مطمئن شیم یه دونه کیو دیباگ بذاریم، called update tem. چیکار کردیم؟ اوکی. calling debug میگه چی میگی؟ یکی کار داری درست نوشتم همینجوری دیگه. خب یه دقیقه این کیو آبجکت بودن رو که بهش گفتیم اوکی، اینجا هم اوکی. حالا ببینیم اول این صدا زده میشه یا نه. بیلد میشه اصلا پروژه. یه جای دیگه گیر کرد، داره میگه که کیو آبجکت نیست. کیو آبجکت من کجا گفتم؟ کیو ویجت. کیو ویجت قشنگ‌تر. خب ببینیم چی میگه. میگه باتنی که تو تعریف کردی کیو پوش باتنه. کیو پوش باتن ابسترکت باتنه، ابسترکت باتن کیو ویجته. پس این الان مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که میگه یه بار اونجا اکستند شده، اینجا دوباره نمیتونه اکستند شه. درسته؟ فکر میکنم اینو میگه. ما برای اینکه از این موضوع مطمئن شیم میایم این کارو میکنیم، میگیم parent is widget میست میکنیم، اینم میگیم کیو ویجت. یه بار این کارو کنیم، بعد اگه راه بهتری داشت انجامش میدیم. کیو ویجت. خب اینم میشه دیس. حالا میگیم اگه دیس ویجت نال نبود، نال پوینتر نبود، یا مساوی دیگه. خب میگیم اگر که این نامساوی نال پوینتر بود، یا اصلا یه کاری میکنیم، میگیم اگه نال پوینتر بود دیگه کاری نداری که انجام بدی. خب اینم که میگه دیس دات چیه، دیس میشه دیس ویجت. خب این الان فکر کنم خیلی هم اوکی باشه. یه بار دیگه بیلدش کنیم. مثلا لگی میشه. روشنش کنم، شارژش رد کنم. خب بیلد شد. توی اپلیکیشن آوتپوتمون چیزی نیومد، یعنی اینجا نرسید در واقع. اومدیم توی مای ویندو، گفتیم بیا توی تک چایلد های استک ویجت ببین استایل ویجت هستن اینا. خب این استک ویجت مشکلی داره، ما بهش اسکرین اد کردیم. این تو اسکرین خودش باید بهش بگیم که تو یه دونه مای استایل ویجتی، بهش اینجوری اینو بگیم. حالا ران کنیم.
ببینیم فرق کرد. خب ببین مشابه این بیایم اینجا هم بذاریم توی اینترو، بیایم اینجا اینو بذاریم ببینیم تاثیر میذاره یا نه. باز از این داستانه سی پلاس پلاسیه که باید بریم بررسی کنیم داستان چیه، یاد بگیریم. چی میگه؟ بیایم اینجا دیفاینش هم کنیم ببینیم چی میشه. بیایم بگیم UI create و let intro screen update style 10. اینجا یه کیو دیباگ هم بذاریم برای این hello there. ببینیم اینجا میفته چی میگه. public declaration شو بذار public دیگه کی کار داره. void این void نذاشتم براش، نه void نذاشتم براش. ببین کارتا. خب به hello there هم نرسید. عجیبه. اومدیم اینجا گفتیم بیا به تک تک چایلد هایی که داری ببین استایل ویجت هستن یا نه. میتونیم یه دونه کیو دیباگ بذاریم بگیم چایلد رو برامون پرینت کن. چی پرینت میکنه؟ یه دونه اینترو اسکرین داریم، یه دونه کیو استکت لیوت داریم. پس اینترو اسکرین هم رو پیدا کرد. حالا میگیم اگه نال نبود یه دونه دیباگ دیگه بذار نال و چات ببینیم اینجا کست میشن. میتونستیم دیباگ هم کنیم البته. حالا با همین لاگ بریم جلو. خب هیچ کدوم کست نتونسته کنه. اینا هم کویت نشدن. اول کویت کنیم. خب کست نشدن. چرا کست نشدن؟ در حالی که اینترو اسکرین ما مشخصا استایل ویجته. dynamic cast not working for second. ببینیم میفهمیم چرا. میگه که اینجوری باید میگه این کار انجام بدی. بعد اینجا آمده گفته که dynamic cast dynamic cast for implemented class. ببینم اصطلاحی که باید سرچ کنیم بچه برسیم چیه. یه جور دیگه بیان بپرسیم قشنگتر. بیایم بگیم که how to check intro screen is
extended from instance یاد میگه که داینامیک کلاس همین کاری که ما کردیم و نوشت. چرا پس نشد؟ پابلیک باید میدونم ربطی نداره. خب باریکلا درست شد. حالا تو نات افتاد، تو هلودر هم افتاد، پس اینجا درست کار کرد. از این مرحله رد شدیم، اومدیم تو این مرحله. یه اوورراید اینجا باید بذاریم. اوورراید اینجا نباید بذاریم، همینجا my styled widget. خب virtual void virtual void not called when when extended class called when called on extended class. چی نوشتم؟ بذاریم چی میگه که virtual void override فلان. اینجا override هم باید اینجا بذاریم but not override any member function. میگه که override مارک کردی ولی هیچی override نکرده. تو درایو اینجا بوده override. این درسته. خب نکته چیه؟ فکر نکته اینه. جای با ببینیم کجا صدا زدیم. اومدیم گفتیم که بیا اگه استایل ویجت بود آپدیت استایل تم روش صدا بزن. کستش هم کردیم به استایل ویجت. خب حالا توی استایل ویجتمون اومدیم این فانکشن رو نوشتیم. کالد آپدیت هم صدا زدیم اینجا ولی هیچی راجبش نمیاد. چیکارش باید بکنیم؟ اینجا بیایم بگیم که این اوورراید اینجا که نمیشه گذاشت چک کنیم. خب بیاد اینجا برش داریم نکنه از اینجا اووررایدش کنیم. حالا چی؟ اینجا از چیز بنویسم میاد فتح کیو دیباگ یک. جالب شد. اینجا میافته override not calling parent function in امیدوارم که یک بار انجام میدیم دیگه تو ذهنم بمونه و از این به بعد به این مشکلات نخورم.
خب خب مثل دقیقا چیز باید این کار انجام بدیم، مثل بیس دقیقا سوپر دات فلان که تو جاوا مثلا داریم. اینجا باید بگیم چی بگیم؟ اینجوری که نوشته دقیقا مثل هم بگیم مثلا ماینس تایپ ویژت آپدیت. الان چیکار میکنه؟ این کار میکنه. کار کرد، آفرین. حالا اینو میبریم اینجا دقیقا مثل و اینو براش می‌نویسیم. حالا چی؟ خب خیلی قشنگ داره کار میکنه. حالا که این کار رو همین اول پروژه کردیم، این خوبی رو داره، میگیم بیا روی همه این صدا بزن. اوکی. خب این عالی شد. حالا میگیم که update widget and all children to new 10. این از این. حالا این داستان باید بره توی فانکشن set tem. خب set tem میذاریم اینجا، می‌نویسیم مثلا ما یه دونه فانکشن بذارش تعریف کنیم توی این دومین. یه دونه فانکشن پرایوت میذاریم به اسم set tem void set tem چی میگیره ورودی؟ UI components. تو خدا انقدر لگی نباش. تم اسم تمو بگیره و این از این درسته. اینجا اینپورت نشد چرا؟ UI components تم توی اینجا پابلیک بود. تم که داشتیم اینجا داریمش دیگه، مشکل نداره، باید کار کنیم. خب پس چیه مشکلش؟ باید بگیم که بیا تم منیجر رو به ایمپورت. خب اینم کار میکنه الان. حالا اینجا ما هر تمی ست کنیم باید کار کنه دیگه. میگه ستم does not match in declaration. اینجا که مچه دیگه، چرا مچ نیست؟ آها اینجا نباید میگه اینجا باشه. خب درست شد. حالا میایم میگیم ستم کن UI components تم نیم مثلا دارک. حالا یه نکته ای داره، این که اگه تم دارک شد ستم کردی خود ویندو که چیز نیست، استایل ویژت نیست. بیاد این کار رو باش کنیم، این کار رو باهاش کنیم. مین ویندو خودش ویجته؟ بله ویجت. خب خیلی راحت پس این کار رو باش میکنیم. یعنی میگیم ست چی؟ یعنی میگیم my styled widget
و اینجوری. حالا اینجا که این اتفاق افتاد میایم میگیم که آپدیت، میایم این اول ایمپورت کنیم موو دیفینیشن. آره میگوید موو کنیم اینجوری. بعد اینجا نه موو چرا پسر خوب، اینجوری بیا اینجا بگو که تو اینم هستی. خب الان درست شد. حالا اینجا بیا اینم اضافه کن، اینو بردار بذار توی اینجا. درست شد اینجا. این درست الان آپدیت من الان دیگه اینجا داشته باشیم دیگه. چرا نداریم؟ فانکشنش چی بود؟ آپدیت کنم start تم بود. خب میگیم آپدیت start تم کن. قبلش هم باید بگیم آیتم منیجر ستمش چجوری بود؟ set current تم داشت. get instance set current تم باید کنیم. خب این کار کنیم میگیم get instance کن. این چی میگه؟ get instanceش باید توی چیز خوب باشه. اینکه میمدیم باتلرش استفاده میکردیم چیکار میکردیم؟ میمدیم میگفتیم اینم باید بهش رسیدگی کنیم. دو نقطه get instance. آره دیگه تم منیجر get instance مایتم منیجر دو نقطه تم مایتم منیجر. تا رو بنویسیمش اول مثل این باید باشه. یه ذره لگی شده سیستم اصلا گم میکنه آدم همه چی. تم منیجر از کجا میاد؟ کلاس تم منیجر. تم منیجر کلاس تم منیجر. این اشتباه. پس بنویسیم نیملیس یا کامپوننتس که حداقل اون ساختار حفظ بشه. اینم درستش کنیم. مایتم منیجر نه دیگه. اگه این مایتم منیجره اینجا این شکلی میشه. اینو باید ببریم ببریم اینجا. فعلا ببریمش اینجا تا بعدا به حسابش برسیم ببینیم با کی کار داره. مایتم منیجر همشو کنیم مایتم منیجر و یه استایل که درست نمیشه مایتم منیجر. این الان درست کار میکنه. حالا توی باتنمون این میشه مایتم منیجر .h. خب لیبل هم همینطور دیگه اگه داریم که نداریم کنیم. خب کجاییم؟
ولی گفتیم مایتل منیجر بگت اینستنس کن دات set current term کن به UI components term name مثلا لایت. خب حالا وقتی لایت میشه چه اتفاقی میفته؟ و نکته‌ای که داره رنگ بک‌گراند و این داستانام باید درست شه، اونم درست میکنه. این چی میگه؟ این داره یاد میگیره. آره درست شد. خب چرا بی استاپ استارتش کنیم مطمئن شد تا اینجا درسته. حالا اتفاقی افت چیه؟ یه دقیقه من این درست کنم. این چی میگه؟ این کیه؟ این چیه؟ این اصلا نمیخوام بگم. باید کامنتشو بردارم. خب الان کاری که کردیم تمو دیگه یه جا ست میکنیم توی کل اپ لایه لایه میره پایین اعمال میشه به صورت ریکرسیو در لحظه. یعنی میاد میبینه چه چایلد هایی از این تم دارن چه چایلد هایی استایل ویجت هن استایل ویجت خودمونن هی میره پایین. اینا یه دفعه ببینم یکی راست این پابلیک فلان مایلینو فلان اینا رو داره اینجا اومده اینا اضافیه قربونت برم چیه اینجا خودش آورده بود اون سریا. این از این برگردیم به همون داستان. حالا بیت رو ببینیم چی میگی. میگه که اینو تو اینجا چجوری تعریف کرده بودیم. اوکی این اضافیه. میگیم این ورودیش اینه. حالا اینکه چجوری اینیشالایز میشه میره توی فایل سی پی پی. بیلد شد. خب الان درست شد. حالا داستانی که هست فرض کنید رو دارک کردیم. خب در حالت که دارکه اینجا باید ببینیم صدا زده میشه یا نه. بعدش هم باید بگیم UI components my style widget complete. این از این و جدا از این بک‌گراند و این داستان هم باید دارک بشه. برای اینکه دارک بشه میایم اینجا یه چیزی سرچ میکنیم میگیم set dark theme cute widget. پلتش رو ببینیم چجوری باید ست کنیم همون رو بیاریم تو کدمون بذاریم. پلتی که برای کل اپ پروگراماتیک کار می‌دونیم. خب بذار بیارم اینجوری نه اینجوری پسندم نیست. set dark theme cute widget palette اینجوری بنویسیم ببینیم اینجوری که میخوام میاد. آره این پلت رو ست کرد.
میاد اینجوری ست میشه. مثلا میگیم که زمانی که اپ دارک شد اینجوری بیا اپ رو ست کن. حالا نکته این اپ رو از کجا بیاریم اینستنسش رو، چون توی مین اینستنسش رو داریم. get app instance حالا باید پاس بدیم یا میتونیم بگیریم این کیو میگه که میتونی از کیو اپلیکیشن اینستنسش رو بگیری. تست میکنیم. یعنی شما میگی که من بیام اینجا بنویسم کیو اپلیکیشن اینستنس اینجوری مثلا set palette چجوریه؟ میگه رو اپ نبود، رو اپ این set palette میکنیم دیگه. اینستنس این بیا اینستنسشو بگیر set palette کن. اینستنس چی برمیگردونه؟ کیو کور اپلیکیشن برمیگردونه. کیو کور اپلیکیشن کیو اپلیکیشن خودش یه دونه چیه؟ کیو روی اپلیکیشن یکی کیو کور اپلیکیشن. خب اینو کستش کنیم به نظرم. یعنی بیایم اینجوری بگیم دقیقا مثل اون داینامیک کستی که داریم اینجوری داینامیک کستش کنیم. یعنی بگیم بیا اینو کست کن به کیو اپلیکیشن بعد روش ست پلت کن دارک پلت رو. الان از چی ناراحته؟ دارک پلت رو ست پلت کن. چطور نوشتم؟ آره چطور نوشتم. خب اجراش رو ببینیم دارک میشه اپمون. به 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 دارک شد. حالا میخوایم اگر که لایت بود لایت بشه. یه دونه دارک پلت پس داریم و یه دونه لایت پلت. میایم میگیم که if سویچ میکنیم سویچ ترم نیم کیس ترم نیم این ترم نیم اگه دارک بود یه چیزی میشه پلتمون. ترم نیم لایت بود یه چی میشه پلتمون. بعد مرحله بعدیش دیگه میاد ست میشه دیگه. خب پس بیا اینجا بگو این ترم نیمی که پاس داده رو ست کن. درسته؟ بعد بیا روش اینجا این کارو کن. یه دونه دارک پلت داریم که میشه این. در واقع اینجوری بیایم انجامش بدیم. بگیم اینجا کالر پلت رو بیا بساز. خب بعد بر اساس تم بیا اون کالر پلت رو روش کارش انجام بده. رنگاش رو ست کن. بعد اینجا بیا کالر پلت رو ست کن و برای حالت لایتش هم ببینیم الان یه بار اگه دارک کنیم بعد دوباره لایت کنیم درست لایت میشه. یعنی چون یه پلت خالی داریم روش ست میکنیم بعد دارک درست کار میکنه. اگه درست کار کنه که عالیه. الان این قسمت هم
اضافیه یه جورایی دیگه، میدونیم چیه. اینجوری چیز کنیم، به اینجوریش کنیم. این بک‌گراند کالر داریم، یه دونه تکست کالر داریم، یه دونه باتن کالر داریم، یه دونه هم باتن تکست کالر. خب الان ما تمو میتونیم ست کنیم، درسته؟ و یه نکته ای هست، اونم این که هنوز سینک با سیستم نکردیم و اگه سیستم دارک باشه تم لایتمون هم دارک میشه. بیاین امتحان کنیم. یه دقیقه ستیم رو بیاریم. تم اگه دارک کنیم الان اپ رو اجرا کنیم با تم دارک بالا میاد، یعنی این تم لایت چون پلتش خالی از سیستم عامل میخونه و دارک میشه. درست. برای اینکه این مشکل رو حل کنیم یا باید کلا با سیستم عامل سینک شیم، بگیم با سیستم عامل سینک شو، بیایم اینجا چک کنیم چه سیستم عامل، یا فعلا بیایم یه کار دیگه کنیم. فعلا بیایم بگیم مثلا فورس لایتت بخشی 255 فورس بیا مثلا کیو کالر وایت هستن دیگه، وایت بیا بردار بک‌گراند تو، بلک اینجا بیا بردار، کیوت وایت کیوت بلک، باتن کالر فعلا ببین اصلا درگیرش نمیشیم چون باتنامو کلا کاستم خودشه بر اساس تایپش. فقط رنگ باتن رو میایم ست میکنیم که توی لایت بیا بلک باشه، مثلا دیفالت بلک باشه. الان درست شد. یعنی با وجودی که تم سیستم عاملمون دارکه، اپ لایته. البته باید این بالاش هم چیز کنیم. اسمش چی بود؟ تایتل بار میگن. تایتل بار ست کالر کیوت پلت. ببینیم اینو چجوری ست کنیم رنگشو. این بهترین حالت شدنه. بعدا با سیستم عامل هم سینکش میکنیم. ویندو تکست میگیم و ویندو. خیلی هم قشنگ میشه. ویندو که ست کردیم، ویندو تکستمون هم بیایم اینجوری ست کنیم. ویندو تکستمون وایت الان چی میشه؟ احساس میکنم اون چیزی که میخوام نشد. ویندو تکست اینجا داریم مثلا، درست نیست. تاپ منو کالر بیلو نه مثلا بیلو مثلا کلوز باتن کیوت ویجت پلت. ببینیم چی میگه، متوجه میشه یا نه. اسمشو یعنی من الان دقیقا هم نیست تایتل بود چی بود. ویندو تکست باز آمد ست کرد. اون چیزی که میخوام نیست، اشکال نداره فعلا همین باشه. به اونم میرسیم. بریم ساختار این سفر حالا درست کنیم. الان ساختارمون چه شکلیه؟ تممون لایت، اینجا میگیم set element value update color palette apply the let the entire application update all child widgets if extended from my start widget. این فکر کنم الان خوب. خب یه بار دیگه کجا بودیم؟ قاطی کردیم. اینجا بودیم که اپمون اینجوریه. تممون هم بذار فعلا کلا لایت کنیم. خب الان بک‌گراندمون که سفید کردیم مثل این، ظاهرش خیلی شبیه شد. بعد حالا بعد بیایم اندازه ها رو مثل این در بیاریم و کارا رو جدا کنیم. اول اینکه میخوایم اسپیس بندازیم، یعنی توی این صفحه
یه اسپیسی از بالا و بین اینا بندازیم. اینجا میتونیم یه کاستوم کامپوننت کنیم چون خیلی تکرار شده تو اپ. یعنی این حالت دو تا دکمه، حالا یکیش یا دوتاش خیلی تکرار شده، زیاد داریم، مثل اینجا. بیایم اینو مثلا اسمش رو یه دونه مای، بدون اینجوری نیو کنیم، add new class my button action اسمشو میخوام بذارم، my button actions داشته باشیم. my button actions مونم extend بشه از یه دونه ویجت. حالا میایم میگیم که دو تا ویجت بهش اضافه کنیم، دو تا باتن در واقع، پرایمری باتن و سکندری باتن داره. پرایمری باتن میشه پرایمری باتنش که یه دونه مای باتنه، دیدش هم کنیم مای باتن دیس و تی آره. اینجا میشه تی آر ندید، اینجا میشه پرایمری تکست یا میگیم کیو استرینگ پرایمری تکست، یه دونه کیو استرینگ سکندری تکست. خب پرایمری تکست اگه داشت اینجا میاد، یه دونه سکندری باتن داریم. خب که سکندری باتنمون هم میشه سکندری تکست. بعد ارزم به خدمتت که اینا رو باید اد کنیم. اد چجوری اد میکنیم؟ اکستندمون هست چیه؟ اکستندمون کجا رفت؟ یو اول فرد. خب بیایم اینجوری بگیم add child to queue widget. parent widget child button کجا اد شده parent widget؟ یه لحظه آها اینجا ویجت پرنتش رو بهش رو تو همون میره قرار میگیره. خب اوکیه دیگه، این که خیلی راحته که اوکی شد. حالا این تست کنیم فقط داره چی کار میکنه. احتمالا باید تغییرش بدیم که اولا که این سال بهش اضافه کنیم اول از همه. بعد این که دیفالت ولیو میگه نداره، دیفالت ولیو هم بهش مستم اینجوری. اینجا هم حالا میاد این اتفاق میفته. حالا میایم توی اینترومون چیکار میکنیم؟ میایم به جای اینکه باتن اضافه کنیم، آهان لیوت اد ویجت داشتیم، اینو باید استفاده میکردیم. حالا اوکی این کار انجام میدیم، فعلا بسازیمش. به جای نکست باتن مینویسیم باتن اکشنز، اینم میشه مای باتن اکشن. بعد اینم میشه تی آر
intro dot یکیشون import wallet، یکیشون هم create wallet. اوکی، اینم ایمپورت میکنیم. اینجا هم باتم اکشنز رو میگیم بیا اضافه کن، ببینیم چی میشه. الان تا خالی باشه پایین. چی میگه؟ مای باتم اکشنز نشناخت. اینجا اضافه نشده مای باتم اکشنز. مای باتم اکشنز اینجا اضافه شده. اینجا هم اومدیم ایمپورتش کردیم. توی UI کامپوننت نداشتیمش فکر کنم. نیم اسپیسش رو ست نکردیم. یکم دیگه جلو بریم میام دستمون را میفته، فکر کنم اوکی میشه. خب اینم از این بیت رو. خب اینجا هم میگه بیا بذار این باش. خب این اوکی شد. حالا اون ادلیت هم انجام میدیم. میگیم که دیست دات لیات بخشید لیات اد چی هم شما میزن که ویجتی میگه. میگیم که لیات بذاری رفت دنیا لیات از کجا آمد. اوچ هست دقیقا همون حرف که اولش زدم که باید کیوبی بزنیم. کیوبی لیات باکس لیات. اینجوری لیات میسازیم. میگیم یا توی لیات ورتیکالی اد ویجت کن و ایمپورت کنیم. اینجوری اد ویجت کن. چه ویجتی رو؟ پرایمری باتن رو و بعدش هم یه دونه سکندری باتن. اینجا هم بعد تایپش رو بدیم. تایپ اینجوری بنویسیم مای باتن تایپ سکندری. خب یه بیلد بزنیم. میگه تایپ پرایویت ممبره. باید پرایویت ممبر باشه دیگه، باید پابلیک باشه. یه بیلد بگیریم. الان این دوتا درست میشه، ولی خب سایزاشون رو باید درست کنیم، ولی کلیتش اوکی میشه. بعدش میایم این دوتا هم که درست شده رو میاریم وسط. خب اوکی. حالا ویدز این چقدر ببینیم. ویدز این داخلیه. کانتینرمون میشه خود این چنده؟ 360 کل اینه. یه لحظه این چرا چیزی که میخوام شد 200 این در واقع کل نبخشید 520 این 360 درست. خب ویندومون ریسایز که میشه به چند ریسایز میشه؟ 360 میکنیم. ارتفاعش هم 720 میکنیم که این سایزش درست شه. توی باتن ست فیکس هایت و ویدث که میکنیم چرا کار نمیکنه؟ یا باید دیلیتش کنیم. خب این اسپیسی که داریم میندازیم
اسپیسر آیتم باید اد کنیم. اینجا میگیم نیو کیو اسپیسر آیتم، یه اسپیسر بندازیم اینجا، یه اسپیسر هم اینجا. اسپیسر آیتم چرا نمیشناسه؟ ایمپورت نمیکنیم. تست کنیم کی اسپیسر اسمش. آره حالا من دیس بدیم احتمالا مشکلش حل شد. add اسپیسر تو کیوی باکس دیگه، کیوی باکس دیگه. اد اسپیسینگ داره که اسپیسینگ ثابت میده. اسپیسینگ نمیخوام، اسپیسر آیتم میخوام. اسپیسر آیتم چجور دفعه میشه؟ اینجوری. اینجوری نام کنیم صفر چی میشه. حالا به تست بریم. خب فاصله افتاد ولی سایز اینا رو درست ست نمی کنه. این هم درست کنیم. فیکست هایت. خب ببین چی کار کردیم از اون زمان. اینه مشکل. خب ببین اوکی شد. این الان اوکیه. این هم باید استایلش رو درست کنیم و سنترشون کنیم. سنتر کردنشون برامون کار سختی نیست. چه نوستیم نام ببندیم. خب برای اینکه سنترشون کنیم میایم تو این میگیم لیات ست الاینمنتش کیوت ویدین سنتر اچ سنترش میخوایم کنیم. اچ سنتر رو یه باید درست کار کنیم. به تست کنیم. الان باید بیاد تو وسط. خب خوب شد. حالا این پایینی هم درست کنیم. سایز اینا هم درست کنیم. این فونت ویتش 623. این 415. 623 رو بدیم بهش. فعلا همینجوری بدیم بهش. ویت داریم. فونت ست فونت کیو فونت ویت ست ویت 600. خب نمیدیم آتو فونت شما نیو کیو فونت باید نمید فونت باید ست ویتش 600. ست سایزش هم تکست ست چی داریم؟ ست پیکسل سایزش هم پوینت سایز 23. پوینت سایز حساب میشه دیگه اصولا. آره پوینت باید حساب بشه. ست فونت میکنیم. فونتش رو اگر میگیم تایتل فونت اینجوری 600 اینجوری قبول نمیکنه.
ببینیم چی میخواد ازم. اینجوری که فونت بود چنده خودش؟ بود 700. این دیمی بود در باید استفاده کنیم. 400 هم که میشه نورمال. این استفاده میکنیم. یکی کیو فونت رو پوینتر نمیخواد، اینجوری میخواد. بسیار نیو نکنیم چون نیو کنیم میان باید کنیم دات. درست. اوکی. برای ساب تایتل هم همین داستان رو داریم. میشه ساب فونت. حالا اگه این فونت رو دیدیم زیاد داره با همین ابر یوز میشه، بلافاصله تبدیلش میکنیم به یه جور دیگه، یعنی میبریم جنرالش میکنیم. این هم بعد میکردیم نورمال. استاپ کنیم، نورمال کنیم، استاپ بیلد. خب الان خیلی شبیه این میشه. فقط باید اینو بیاریم که میره برای ویدئوی بعدی که انیمیشن بیاریم. آخ این کار رو نوست نکردیم. allows you to make fast and اینو بریم فکر کنم فاصله از بغل دادن ما بهش ندادیم. فاصله 24 رو ما برای اینکه فاصله 24 رو بهش بدیم بیایم بگیم که تعلیم رو میگیره مارجینش با اینجوری مارجین از همه طرف میفته. بلوتوث که بایستان هی لگ میخوره عجیبه. میگه بیا با استایل شیت بهش بده اینجوری، یعنی بیا اینجوری میگه بهش بده. از این گرفت 24 پیکس یا مثلا 24 پیکس مثلا باشه که تست کنیم ببینیم چی میشه. البته قبل اینکه اون تست کنیم اینم درست کنیم که بیاد سکندری استایل شیت رو بخونه. خب این درست شد، دقیقا این شد. اوکی اوکی. بریم سراغ یه چیزی ترکیب نیستش. این هم بریم ببینیم چی میگه. میگه call to virtual method bypasses virtual dispatch. call virtual method during construction bypass فلان. ببینیم چی میگه. When you call virtual method in a constructor, it is dispatched based on the class you currently have. It's not a direct class you might expect. میگه که to avoid decision فلان we should avoid calling virtual method in a constructor. Instead, then call these methods in another non-virtual method after the object to be constructed. آها، میگه که تو ویرچوال وقتی تو این داری صدا میزنی عملا
میگه که base of if you call the base versions کنم. یکی این عملا نمیره حسابش رو اجرا کنه وقتی تا اینجا گذاشتیش. این برای من قابل قبوله، الان مشکلی برام ایجاد نمیکنه، ولی برای اینکه این مشکل حل شه راهکار اینه که ما بیایم بگیم که اینجوری مثلا فعلا بذاریم اسمی که براش گذاشته چی گذاشته، دیدت initialize یه دونه فانکشن رو براش نوشته. من اون کار نمیکنم، اینجوری میگم یا میگم اگه اینجوری بگیم من بازم خطا میده، چی کارش کنیم که خطا نده. داریم درست میکنیم، اینو فعلا استاپ کنیم. خب برای سکندری مودش که میشه مای استایل شیت، این یه دونه مای استایل شیت درست میکنم، توش اسمشو میذارم سکندری استایل. سکندری استایل هم لایت و دارکش فرقی قرار نیست کنم، اینجوری می‌نویسم مثل همین دقیقا. بک‌گراندش میشه ترانسپرنت کیز. چجوری میشه اینجا؟ باید ترانسپرنت کنم. ترانسپرنت کالر این که ویجت استایل شیت. ببین چی رو میگه. اینجوری میگه من همینجوری بک‌گراندش صفر 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 هم صفر باید بشه. بعد اینجا میگم که کالرم پرایمریه، بک‌گراند کالرش نه، اصلا هاور مود نداره کلهم کالرش، ولی این شکلی یه دونم اینجوری. خب دورانش کنیم. چه سرسی میده. خب این الان اوکی شد. فونت اینا هم بذار چک کنیم. فونت این 14 این هم 4 نورمال، این 33 پررنگ تر. این پرایمری دارک منه، دارم همینجوری که پرایمری دارک رو درست کردیم درسته، فقط اینش بد درست شد. خب یه تست بریم. عالی شد. حالا فقط میمونه این که تکستش هم درست کنیم. تکستش رو برامون آورده، این هایی که ونیشته برش میداریم تمام. این میشه متنش import existing wallet، این هم میشه create my wallet. این بر میداریم و یه بار رید میکنیم پروژه رو که تکستمون آپدیت شه، بعدش بیلدش میکنیم اجراش میکنیم. خب فکر کنم برای این سشن خیلی زیادم شد ویدئومون، کافیه. به اینجا رسیدیم که ما الان تممونو
میتونیم در لحظه ست کنیم، بعدا میتونیم با سیستم عامل سینکش کنیم. یعنی اگه بخوام کینوت رو آپدیت کنم آتو سویچ تم، میتونیم بگیم سویچ تم فعلا آتو نکردیم، سویچ تم انجام بدیم و فرست پیج المنتس هم چیدیم، یعنی اینا رو درست کردیم. اینپورت هایش رو چیز کردم، رو انداختم. یه دقیقه ببینیم اینپورت دیگه چرا باز درست نبود. آها چیزه، فهمیدیم چی شد. درست دستم پدینگمون اضافیه. اول از همه این بحث پدینگ، دوم اینم کنیم ست مینیموم که اگه طولانی تر شد بره بالاتر، اینم کنیم مینیموم. خب اینو بیلد کنیم دیگه درست بشه و بریم برای بستن پرونده این ویدیو. کامیت کنیم تغییراتش رو بتر. این اوکی الان خوبه. یه کامیت بریم میگیم دیت استاتوس گیت اد با اول فصل ببینیم میگم بلوتوث هم قاطی میکنه اینجوری ها. گیت اد دات گیت کامیت داشتن یه ورژن هم بزنیم بالا میکاش ورژن رو بکنیم صفر. دوباره بگیم گیت اد دات گیت استاتوس اوکی گیت کامیت داشتن 0011 check real time feature و intro screen page elements. اوکیه. گیت پوش اوریجین هم انجام بدیم و تمام. نه گیت پول اوریجین تو کامش داری تحویل بدم. گیت config pull rebase all false گیت پول اوریجین چی رو تغییر دادم بالا؟ چیزی زدم نیست. آها لایسنس اضافه کردم. گیت پوش اوریجین. خب تمام. فکر کنم سشن بعدی بریم سراغ این که لاتی انیمیشن رو بیاریم، بعد یک مقدار این فاصله ها رو بهتر کنیم، یه ذره کار جلو ببریم. این لاتی انیمیشن رو آوردن خودش کلی دردسر داره، ولی اگه انجامش بدیم کلی جلو میفتیم. بریم واسه قهرمانی.